به نام خدا. واسه اندازه‌گیریمون چه به روش مولر باشه چه به روش ایتالیایی باشه و متریک به این صورت اندازه‌گیری میشه. اول یه بند میبندیم دو گودی کمر. واسه کسایی که شکم دارن بند و روبروی آرنج خون اینجا روبروی آرنج دست میشه خط کمرمون. با سراحتی اندازه‌گیری فقط اندازه‌گیری گلاوین از گردن شروع میشه تا روی این خط. ولی واسه مولر و ایتالیایی که میخوام با هم کار کنیم از گوشه گردن شروع میشه. به لباسش اصلا کاری نداریم. از گوشه گردن میگیریم، برآمدگی سینه رو دور میزنه تا این خط کمرمون. و چون شخص ممکنه تکون بخوره این بند جابجا بشه، بلافاصله بالاتنه پشت رو میگیریم. برگرد مامان. از همون نقطه دور بزن قشنگ دور بزن. از گوشه گردن دوباره از همونجا میگیریم تا بالای کمر. جلو شد 41. دور بزن به جلو شد 41. پشت شد 40 تا. اختلاف باید 1-2 تا باشه. 1-2 تا نرماله. اندازه دوم که همینو داریم میگیریم ارتفاع سینه است. از همین گوشه تا نوک سینه میشه ارتفاع سینمون که برآمدگی سینه مامان نداره. و کارور جلو از اینجا که دست قطع میشه، از اینجا تا اینجا میشه کارور جلو. از این نقطه تا این نقطه یادداشت می‌کنید دیگه. خیلی متر رو داخل بدن فرو می‌کنید. یه خط صاف از این نقطه تا این نقطه میشه کارور جلومون. و سرشانه از همینجا متر نه بره توی گردن وایسته نه خیلی عقب باشه. همه رو یه نقطه اگه بخوای با مانکن اندازه بگیری یه نقطه بذاری، هم بالاتنه پشت هم بالاتنه جلو هم ارتفاع همه از این نقطه شروع میشه. از این نقطه این خط رو امتداد میدیم تا اینجا میشه اندازه سرشانمون. میگن اینجا یه استخون و اینا که دیگه تو هر شخصی نمیشه این استخون رو پیدا کرد. واسه یکی که توپلتره این خط رو صاف اینجوری امتداد میدیم که ببینیم سرشانه چند تاست. و فاصله 2 تا سینه از این سینه تا این سینه میشه فاصله سینمون. و دوره سینه رو میگیریم. برای دوره سینه متر باید برجستگی پشت رو باید حواسمون باشه گوشتای پشت و این برجستگی ها رو متر همه رو پوشونده باشه. توی این چاله هایی که گوشتی نیست متر اونجاها نیفتاده باشه. چک میکنیم که حتما این برآمدگی ها رو گرفته باشه. وسط قرار نمیدیم. من فقط در حدی که متر تو دستم بمونه این شکلی، نه سفت که ردی بندازه نه انقدر شل بگیرم که متر از دستم بیفته. این میشه دور سینه. و دور کمرم که همین نقطه رو میگیریم میشه دور کمر. و من از مامان اندازه گیری کردم به خاطر شکمشون که ببینید دور شکم چجوری اندازه گیری میشه و الا میشد روی مانکن اندازه گیری کرد. باید از برجسته ترین قسمت باسن میاریم تا شکم، بالا زیاد نمیاریم. همینجا اینجا هنوز شکم مامان هست. اینجا چک میکنیم که از پشت مامان دور بزن یه بارم از پشت ببینیم. اینم از پشت. به این صورت متر باید دیده بشه.
روبرو برگرد. به این صورت هم دور باسنش رو اندازه میگیریم. قد باسن با یه فرمولی به دست میاد. بله اینطوریه که از بغل مامان دست رو خم کن، از همین خط کمر تا تیزی باسن اینو اندازه میگیریم، میشه قد باسنمون که این هم روی الگو توضیح میدم، با فرمول میشه اینو به دست آورد. حالا میریم برای دور گردن. متر باید دور گردن باشه و همین جوری بمونه دیگه، این شکلی نکنید، این چیزا دیگه قدیمی شده، اینجوری نیاید این شکلی. البته تو گلابین به این صورت میگیرن. متر باید دور گردن اینجوری راحت، این دور گردنمون میشه. اینم شد دور گردنمون. فاصله و ارتفاع هم که گرفتیم، حالا میریم برای دور بازو. دور بازوی راست همیشه توپلتره، همیشه اصولا دور بازوی راست رو بگیرید مثلا از ته، خیلی متر رو داخل نمی اندازم، یه 2-3 سم از زیر بغل روانی میدم، این میشه دور بازو. انگشت منم به این صورت، 2 تا انگشت من زیر این میشه دور بازو. و قد آستین دستم جوی نگه دار مامان، جوی همین. از همین انتهای سرشانه آرنج دور میزنه تا این استخون میشه قد آستین. بعد دور مچ رو گرفت کن و برای دور مچ این میشه دور مچ کیپ که راحت واسه بعضی آستینا لازم میشه. و شخص میگه من میخوام آستینم مثلا بزنم بالا، برای وضو چیزی بزنم بالا، حتما این آرنج رو اندازه بزنید، کیپ دور آرنج رو اندازه بزنید، همون دور مچ تقریبا میشه. این دور مچ برای دور مچی که آستینش میخواد به آستینایی که کتی هست، نه واسه اونا نه. امیدوارم به افتخار این منظره طبیعت قشنگی که آوردم شما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید. حالا بریم برای بقیه اندازه گیری. حالا تنه پشتمون رو که گرفتیم، باید بیایم کارور پشت. کارور پشت از همین جایی که دست، انتهای دست، خط فردی که میکشیم، از این گوشه متر رو داخل بدن نمیذاریم، از اینجا میذاریم تا این گوشه. با تکرار شخص‌های مختلف، اندازه‌گیری آدم‌ها با سایزهای مختلف، اندازه‌گیری قشنگ دستتون میاد. اندازه دیگه ای که داریم، از انتهای زیر بغل بهتره یه کاغذی چیزی رد کنید. حالا من این بند رو میذارم، کاغذ در دسترس من نیست، یه کاغذی از زیر بغل، اگه لباسمون اندامی هست اینو میبریم تا انتها و برای کت یه 2 سانت پایین‌تر و لباسایی که آزادترن، پالتو اینا، کامل زیر حلقمون رو میذاریم اینجا و ارتفاع حلقمون رو اینجا اندازه گیری میکنیم. یه اندازه گیری دیگه که توی روش ایتالیایی هست، شیب سرشانه است. یعنی از این گوشه تا اینجا رو که اندازه میزنیم، باید بیایم از گوشه سرشانه هم اندازه گیری رو انجام بدیم. از این گوشه تا این ارتفاع حلقمون که شده 29 تا، از این گوشه سرشانه تا اینجا شده 26 تا، یعنی 3 سانت شیب سرشانه واسه مامان با این سایز لازم داریم. و این ارتفاع هم که گفتم، بریم تا اندازه‌گیری دامن و شلوار رو هم بهتون آموزش بدم. واسه اندازه های شلوار
دور کمر و دور باسن رو که گرفتم، حالا میریم واسه دور ران. دور ران خیلی مهمه. حالا به هر روشی که میگیرید دور ران رو واسه کنترل حتما اندازه بگیرید. دور باسن مامان 118 تاست و دور ران 65 تا، یعنی نسبت به دور شکمش دور ران لاغری داره که توی کنترل شلوار براتون توضیح میدم. اندازه دیگه زانو، یه زمان زانو تو خم کن. آره. بعد دور زانو رو که یک هم به مشتری میگیم زانوشو خم کنه، دور زانو رو هم همین 2 تا انگشت پشت، این دور زانو رو اندازه میگیریم. صاف وایسا. فاخت تا زمین برای قد شلوار، برای فاخت تا کمر فرمول هست. بهتره برای اندازه گیری فاخت تا زمین، فاخت تا زانو حتما اندازه گیری بشه. یعنی بهتره که یه شخصی که مثل مامان پای پرانتزی پیدا کرده از فرم چیز به مرور زمان در اومده و اندامش، بهتره که فاخت تا زمین رو بگیریم، به فرمولامون مثلا اکتفا نکنیم. تا اینجا تموم شد. یه برنامه خیلی عالی دارم با هم اونایی که مخصوصا تازه کار هستن، بهتون پیشنهاد میکنم که با من این شروع رو بیاید اندازه گیری بالاتنه به 3 روش رو میخوام یاد بدم. پاترونش رو بکشیم و خودتون انتخاب کنید. گلاوین رو دوست دارید، موله رو دوست دارید، ایتالیایی عالیه، ولی خب یکی الگو کشیش سریع‌تره. اولین نکته اینه که اینو بگم اندازه‌گیری رو حتما نگاه کنید با دقت. فرقی نمی‌کنه به چه روشی دارید اندازه‌گیری می‌کنید، حتما الگو می‌کشید، حتما اندازه‌گیری رو با دقت نگاه کنید و با هم پیش بریم. الگو کشی‌ها رو با هم انجام میدیم و با هم به یه نتیجه خوب میرسیم. امیدوارم که سابسکرایب و زنگوله رو تا الان زده باشید. ممنون میشم با من همراه باشید.